هموطنای عزیز، امیدوارم جور و صحتمند و سر حال باشید و در هر گوشه و کنار از دنیا که هستین موفق و سربلند باشین. عزیزای دل، ما امروز یک کم خرید داره، خرید زمستان. میخواستی باری یک کم لباس و مثلا کرتی و کش بخری، گفتم شما هم همراه خود داشته باشین که شما بازار غزنی رو بشکنین، بازار نوباد رو بشکنین دیگه. چطور زهرا جان؟ سلام دوستای عزیز، خوبین؟ جانشیم جوره؟ خدا کنه خوب باشین، در هر کجا که هستین خوشحال باشین دیگه. مو روز رفته بودیم خرید که شما همراهز ما بودین دیگه. رفتیم خرید، سعی کردیم زیادی بال کردیم، شیو کردیم، سعی کردیم زیاد دیگه. دیگه طرف قدر گشتیم دیگه. باز یک کمی خرید کردیم، کمش هم من دیگه. از خاطر باز روز دیگه نوک شده بود تا خانه آمدیم، باز دیگه وقت برزی نشد که مو برایشم نشان بدی که چی رو گرفتیم چی رو نگرفتیم. چطور؟ آره دیگه، نالی گفتی شما چون روز قد از مو بودین دیگه نشان بدی که خریدا چیز خیلی خریدیم و چیز خیلی نخریدیم. زهرا اصلا نقص گشت، خیلی خوشی نماده که از کرتی اصلا نخرید. گفته که ما سفارش میدیم. باز رفتی بلده ازی خیلی پاس شد دیگه، رفتی بلده ازی تا سفارش دادی دیگه. یم جردشش خوشی نمادی. گفتی یکشی درازه، یکش کوتاه، یک دنیشی پیراخه. راسته قدر مشکلات سپاری کردی. زهرا خرید که دو خیلی کاری سخته، از خاطر مزو خرید دیگه. نه شما بودین دیگه. باز ما یک داشت که مبشیدم خیلی در جانم دراز بود، یک داشت که مبشیدم باز خیلی کلان بود دیگه. یعنی در جانم دیگه تسم نمیمد دیگه. چیزی که مثلا خودم خوشم باید باز او چیز نبود. از خاطر دیگه رفتیم سفارشی دادیم در خیاط. گفتیم سفارشی جور نمیشه کریا جان برای گرفتک دیگه. این چیزی که ما گرفتیم دیگه باز نشان میدیم برایش. آره دیگه، ما از اول که خیلی انزی کفش خوش میمد ایرا گرفتم بلده خو دیگه. بلده آرمین جان خرید کردی یک کم دیگه که اینی را نشان میدم. اینی یخانی دیسکوزا تولد آرمین جان خیلی نزدیگه، از خاطری که یخانی دیسکوز بلده ریزه خیلی زیاد پیدا نمیشه. از این روز که مو گشتی از این یخن خیلی خوش آمده.
گفتم بلده رزق که همیشه وقت پیدا نمیشه میگه پیداش نمیر بگم باز تولد یارمین جان نزدیکه باز تولد شکسته انشالله یک توفه بدیم بلدهشی دیگه یک کم توم خریدی دیگه تو چیز خیلی گرفته دیگه ما کارتن بود مقصد ما برکتم دیگه خب خط کارتن تا اینج برنی نشان دیگه باز کفش برای زمستان گرفتیم دیگه کلگی کفشای زمستانی دیگه سیاه مو اگر شیازی پیش سفید میگرفتیم باز این سال دیگه همشون برعکس شده خب باز گفتیم سفید را خیلی زیاد پوشیدیم دیگه این دفعه سیاه بگیریم باش تو یعنی سیاه چه رقمیه دیگه آره دیگه خیلی ببشیم امتحان کنیم ما بشه کسان سفید پوشیدنش هم باز خیلی سخت نگاه دونچه دیگه ما همه‌شی سفید میگرفتیم از پیش دیگه این دفعه ایشم برای آرمین جانه دیگه از آرمین جانم که خیلی رقم خوش چلی بغندو لوکس دیگه بازی خیلی خوش محمد دیگه دسته سایکین نظر بدین به نظرش شما چیه خوشگلی یعنی ما چیزای رزر باز خیلی خوش دارم چی از دختر باشه چیز باشه آره دیگه دختر رزک نداریم با چه داریم مقصد دیگه میگریم کم تو چیزای رزر در کل چیزای رزر فرق نه چیز دختر باشه چیز بچه باشه دیگه باز دیگه یعنی خرید نمی‌کنیم آره یک دونه بایک گرفتیم بایک بلدخ گرفت ما زیاد سعی کردم مقصد خوشم نمد دیگه از ما یعنی یک دونه شالو همراه شلوار شه بلده زمستان گرفتم بلده زمستان گفتم دیگه که زهرا جان اصلا خوش نمد این طرف غدر گشت ما که در ویدیو اصلا دیگه گرفتم پوشیدم باز خوش آمدم استکان اولی خوش کردم استکان اولی گرفتم دیگه زیاد نگشتیم دیگه من کار کدام امتحان کردم در جانم خوبش نمیاد آره ما قدر نظر دادم گفتم مرای خوب شه بیگر مقصد دیگه شما دستم در جریان بدین که چند دانه رو پوشیدم باز یگانچ خیلی دراز بود یگانچ خیلی متکلان بود دیگه رقم که ما میخواستم که گفتم باید فیردی جانم باشد پیدا نشد باز نظر دایی کلگیم دایی نظر دادی که بریم در خیاطی باز رفتیم در خیاطی سفارش دادی دیگه دیگه باز از خیاطی آوردیم باز شاید میگیرنیم دیگه بازم آره دیگه انشالله در ویدیوهای بعدی از ویدیو گرفتیم بازوشنی دیگه شما دوستای عزیز مو را حمایت کن که مو روحی از مو زیادتر شونه بلدشیم ویدیوهای قشنگ عزیز شما مگه تا اینجای ویدیو قد از مو بودین مو را حمایت کنین لایک کنین سابسکرایب کنین خدا کامنت ها نوشته کنین میخوانی انشالله جواب شما را میدی شما مو را حمایت باشین سلامت باشین دیگه امید که موفق باشین شما در هر جای که هستین خوش و خندان باشین از دل منتظر ویدیوی بعدی باشین تا ویدیوی بعدی را خدا نگهدار